آهای اهالی فینیتو، این شما و این الاغ تولید فینیتو، اقتصاد فینیتویی بالاخره کورا کردندی. این الاغ در کل روستاهای اطراف بی نظیر می باشندی. ای بابا، الاغ دیگه، این مثلا چی داره؟ آخر من به تو چه بگویمندی؟ این الاغ یک الاغ استثنایی می باشندی. دم دارندی، سم دارندی، گوشهایش را ببین چقدر دراز می باشندی، پالونش را ببین چه دوختی دارندی. خب این را که همه الاغ‌ها دارند، الاغ بدون گوش و دم که بزغاله می باشندی. ساکت! شما همش میخواهید سیاه نمایی کنندی. همینه که هست. میخواید بخواید، نمیخواید جمع کنید برید. الاغ وارداتی خبری نیست. الاغ وارداتی نخواستیم، ما یه الاغ صادراتی داریم، اونم خودتی کت خدا. آهای اهالی فتنگر، بیایید این الاغ را بخرید که کسری بودجه داریمندی. اگر راست میگی خودت یک بار سوارش بشو ببینیم چگونه الاغی است. کی؟ من که نمیتوانم. قال تو بیا سوار شو. کی؟ من؟ مگر از جانم سیر شده می باشندی؟ من رفتم. فرفر تو سوار شو تا اهالی ببینند که این الاغ چه الاغ توپی می باشندی. فرفر ای بی ارزه، چه شد؟ کت خدا، ایربگش باز نشدندی. ای خاک بر سرت با این الاغ سواریت. آبرو برای ما نگذاشتی تو. آخه الاغ داخلی رو چه به ایربگ. جمع کن برو کت خدا، جمع کن برو که الاغت هم مثل خود زیوار در رفته می باشندی.